در بیابان خشک و سوزان، الاغی پیر به نام خرپا زندگی می کرد. او هر روز زیر آفتاب سوزان به دنبال علفهای کمیاب می گشت. یک روز خرپا به چشمه کوچک رسید که آبی زلال داشت. اما کنار چشمه روباهی حیله‌گر نشسته بود و می گفت: این چشمه مال من است. اگر می خواهی آب بخوری باید برایم کار کنی. خرپا با آرامش گفت: من اله ساده‌ای هستم، اما می دانم که آب برای همه است. روباه خندید و نقشه کشید تا خرپا را فریب دهد. او گفت: بیا مسابقه‌ای بدهیم. اگر بردی چشمه مال تو. مسابقه دویدن بود. روباه سریع دوید، اما خرپا با گام‌های محکم و صبورانه پیش رفت. ناگهان روباه در شنها گیر کرد و خرپا جلو افتاد. وقتی به خط پایان رسید، روباه فهمید که صبر و استقامت بهتر از حیله است. از آن روز خرپا و روباه دوستان شدند و چشمه را با هم تقسیم کردند. درس داستان: گاهی آرامش بهترین سلاح است.